سلام و خوش آمدید به راهنمایی برنامه اسکولوژی برای والدین اتحادیه گرسموند. این راهنما شما را با برنامه اسکولوژی برای والدین اتحادیه گرسموند آشنا می سازد. والدینی که در اتحادیه گرسموند شاگرد دارند. همه مواردی که در این ویدیو برای شما نشان داده می شود در وبسایت اتحادیه گرسموند در بخش راهنمای تکنولوژی والدین اسکولوژی نیز دریافت کرده می توانید. برای آغاز نمودن شما می توانید به schoology.com بروید. شما می توانید با برنامه اسکولوژی داخل شوید. بالای دکمه والدین کلیک نمایید. شما ضرورت دارید تا کد اسکولوژی را داخل نمایید که از طرف معلم شاگرد شما برای شما داده شده است. بعد از داخل نمودن کد دسترسی به اسکولوژی شما پروسه داخل شدن را تکمیل نموده اید، طوری که به پرده مشاهده میکنید. اگر شما شاگرد دیگر دارید در اتحادیه گرسموند، شما می توانید به آسانی دیگر طفل خودش را اضافه نمایید. به آسانی بالای اسم خودش کلیک نمایید و بالای دکمه اد چایلد کلیک نمایید و کد دسترسی که توسط معلم شاگرد به شما داده شده است داخل نمایید. دوباره این پروسه برای شاگردانی است که در اتحادیه گرسموند است و خارج از این اتحادیه شما باید اکانت دیگر را استعمال نمایید. حال که شما داخل برنامه شده اید، بیایید که بعضی مشخصات اکانت والدین را صحبت کنیم. بالای اسم خودش طرف بالای راست کلیک نمایید و بعدا بالای اسم فرزند خودش کلیک نمایید تا معلومات ایشان را مشاهده کنید. صفحه اول را که مشاهده میکنید معلومات جدید در مورد کارهای خانگی و نمرات شاگرد می باشد. اگر بالای ثبت نام کلیک نمایید همه صنف‌هایی که شاگرد شما ثبت نام شده دیده می توانید. در این ساحه شما نمرات جدید شاگرد را مشاهده کرده می توانید. اگر بالای گرید اساینمنتس کلیک نمایید همه نمرات را که شاگرد شما گرفته دیده می توانید. اگر بالای اسپسیفیک اساینمنت کلیک نمایید شما می توانید نمرات را که شاگرد شما گرفته و همچنان جزئیات در موردشان مشاهده کرده می توانید. شما می توانید بالای کورسز کلیک نمایید. تمام صنف‌های شاگرد خودش را مشاهده کرده می توانید. شما می توانید بالای یکی از صنف‌های شاگرد خودش کلیک نمایید تا معلومات اضافی در مورد پیدا کنید. اکثر استادها موارد درسی و منابع را در مرکز یادگیری درسی اضافه می کنند. وقتی که بالای جنتری کلیک کنید تاریخ‌های کار خانگی و آزمایش‌ها را دیده می توانید. حالا بیایید که در مورد بعضی تنظیمات اسکولوژی شما صحبت کنیم. دست راست بالای اسم خودش کلیک کنید و به تنظیمات بروید. اینجا شما می توانید همه تغییرات را وارد کنید. مطمئن شوید که تغییرات را حفظ کنید. می خواهید نصب کنید به یوتیوب بروید و برنامه را به طور والدین نصب کنید. تشکر از مشاهده نمودن این ویدیو و برای کامیاب نمودن شاگرد خودش از نظر علمی در اتحادیه گرسموند.